سلام. توی این پست میخوام یکی دیگه از تگ های مهم HTML رو بگم که تگ تیبل هستش. تگ تیبل برای ساخت جدول استفاده میشه که با اون میتونیم اطلاعات رو مرتبتر، قابل فهمتر و به صورت جدولی نمایش بدیم، مثل زمانی که میخوایم قیمت منو رو بگذاریم و نمایش بدیم، یا نمرات دانشجو مثل اینجا، و یا برنامه های زبان بندی. این تگ تیبل باز هست و با این بسته میشه و کسر. و در تیبل سه تا تگ دیگه هست که اجزای جدول رو تشکیل میده. یکی TR یا تیبل رو که سطرش هست، یکی TH یا تیبل هدر که اینها هستن نام، رشته، نمره ما، و یک سطر مثلا TR دیگه‌مون که دیتا های ما هست یا TD، اینها اسم ها، رشته ها و نمره، که به این صورت برای هر کدوم به صورت مجزا نوشته میشه. و اگر بخوایم به HTMLمون یا به همین جدولمون استایل بدیم، از CSS استفاده میکنیم که به سه صورت میتونیم ازش استفاده کنیم که الان در ادامه ویدیو میگم. یکی از راههایی که میتونیم با CSS به صفحه خودمون یا به همین جدولمون استایل بدیم، استفاده از تگ استایل در قسمت هدر اون فایل HTML ما هست. در اینجا چون ما به زبان فارسی می نویسیم و چینش ما از راست به چپ هست، این تگ بادی رو به تکست دکوریشن رایت تو لفت میزنیم که به صورت راستچین و برای زبان فارسی باشه. میتونیم تگ ها رو استفاده کنیم به تنهایی و یا میتونیم کلاس بدیم و با کلاسشون اونها رو استایل دهی کنیم، که اینجا تگ تیبل این 60% ویدث ما یا همون عرض ماه، مارجین فاصله‌ای که از بیرون هستش برای اون ساختار HTML ما و تگ ما، مارجین انتخاب میکنیم، فاصله از بیرون. بوردر کالپس ما رو کالپس میذاریم که کالپس خط اضافی رو از بین میبره. الان من اگر این رو کامنتش بکنم، اینجوری خطهای اضافی گذاشته شده و جدا جدا از همه. ولی اگر از کامنت درش بیارم، خطهای اضافی پاک شدن و استایلش به صورت مرتب تره. فونت فامیلی اسم فونت ما هست با فونتی که توی صفحه HTML ما نمایش داده میشه، که اینجا تاهما و سنسریف هست که این دیفالتشونه معمولا. فونت سایز فونت ما هست، سایز متن ما. من الان کوچکتر و بزرگتر بکنم، کوچکتره به صورت خیلی ریزتر دیده میشه و 20 اگر بگذاریم خیلی بزرگتر نشون داده میشه. تکست الان اون جوری هستش که متن ما قرار میگیره، یعنی اون اسم ها وسط قرار میگیرن اگر روی سنتر باشه. اگر اند باشه که مثل این هستش، به صورت اون آخر اون فیلد قرار میگیره. و من الان اند رو برداشتم و همطور که تو تصویر هست متنها وسط افتادن و مرتب تر شد. در CSS میتونیم چند اتریبیوت یا چند استایل رو برای دو تا کلاس یا دو تا تگ بذاریم وقتی که ویرگول میذاریم. برای تی هد و تی دی، یعنی تیبل هدرامون و تیبل دیتامون، بوردری انتخاب میکنیم 1 پیکسل که به همین صورت خیلی کوچیک هستش، خیلی ریز هست. سالید به صورتیه که اینجوری کامل خط صاف هست.
و این رنگش هست. ما الان میتونیم این رو رد هم بکنیم. الان به صورت قرمز هست. این فاصله از داخل هستش که الان 10 پیکسله. وقتی تک عددی می نویسیم یعنی 10 پیکسل میزنیم، یعنی از هر 4 طرف از داخل فاصله بده. وقتی الان من این 10 رو بکنم 15، همونطور که میبینیم فاصله ها بیشتر شدش. اینجا بکگراند کالر به تی اچ همون یا تیبل هدرامون دادیم و کالر که متنش سفید باشه و تی آر و تیارهای و اینجا برای استایل دهی بهتر و برای اینکه بتونیم مشخص کنیم زوجها رو، ردیف های زوجمون رو، الچایت های زوجمون رو بکگراند خاکستری خیلی روشن دادیم، مثل این و این که خاکستری رنگه. و با تیار هاور ما اینجا مشخص میکنیم که وقتی موس بیاد روش رنگش تغییر بکنه و به رنگ کمی تیره ترش میرسه. یک نوع CSS دادن یا همون استایل دادن به HTML هامون یا صفحه وبمون اینلاین CSS هستش که اینجا از اتریبیوت استایل استفاده میکنیم و کالرش رو رد میذاریم که اینجا نام قرمز رنگ شده. یه نحوه دیگه هم که میتونیم استایل دهی کنیم لینک کردن هست که با فایلی با پسوند CSS که اینجا ساختیم و تمام اون CSS همون اون استایل هایی رو که میتونیم بدیم و به HTML مون با تگ لینک با رل استایل شیت بهش لینک میکنیم و خروجی اصلی ما میشه